این جلوبندی MVM 530 که آورده بود به خاطر صدا و لرزش تو فرمان. وقتی بازش کردم دیدم بوش ها ترکیده و سیبک ها کلن ول کرده. اما سیبک زیکومک، سیبک فرمان و گرگر فرمان ها. صاحب ماشین میگفت یه مدت صدا میداد ولی بیخیال شده بود. همین باعث شده لاستیک ها خوردشن و کل جلوبندی از بین بره. یه صدای کوچیک اگه جدی گرفته نشه هم فاجعه رو درست میکنه. جلوبندی فقط راحتی ماشین نیست بلکه امنیت ماشینه. اگه صدا شنیدی منتظر نذار، همون لحظه ببرش پیش یه مکانیک مطمئن. برای دیدن ویدیوهای واقعی از دل تعمیرگاه سابسکرایب کن تا مورد بعدی از دست ندی.